موسوی رو رهبر خودگمارده این جنبش میدونیم، چون در حال حاضر جنبش خیلی رادیکال‌تر و جلوتر از اون داره حرکت میکنه. وقتی اونها شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی رو میدن، موسوی توی حرفاش میگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، یعنی به تفکر 30 سال گذشته خودش و نقشی که یعنی همون مشی که زمان خمینی داشت رو الان هم داره، در حالی که جنبش خیلی رادیکال‌تر عمل میکنه. پس به این ترتیب فکر می‌کنم بشه موسوی رو رهبر این جنبش دونست یا این جنبش بدون اون هم به مسئله خودش ادامه میده. مردم دقیقاً آره، اینکه جنبش به مسئله خودش میده بدون تردید همچین چیزی هست و این پروسه دیالکتیک جریانه، یعنی هیچ کسی نمیتونه داره شک بکنه. اون چیزی که مردم میدونن اینه که افرادی نزدیک موسوی یا خدمت مثلا نمایندگان اونها که حتی مثلا همین چند وقت پیش در جلوی سازمان ملل اعتصاب غذا کرده بودن که از به اصطلاح پاسداران رژیم هستند، دستشون به شکنجه کشتار آلوده است، دستشون به خون مردم آلوده است. خب یا فیض موسوی اینها افرادی هستند که برای مردم شناخته شدن، اینها داره چهره های پاک و افرادی نیستن که مردم بتونن به اینها فردا اعتماد بکنن. فردا به هر حال یک سیستم دموکراتیکی برقرار بشه و بخوایم خدمت شما حتی به 4 نفر رأی بدیم. اینها افرادی نیستن که بخوایم به اصطلاح در جون این سیستم بتونن جا بگیرن و مردم با این همه خون گرفته شده در این 30 سال با اینها همکاری بکنن و اینها رأی بدن. اینها از صحنه حذف خواهند شد. آن اخیر دادگاه‌هایی که رژیم در طول عمرش بارها اون رو برگزار کرده و ما شاهد این نمایش همیشه بودیم، به اذعان سران رژیم برای اولین بار هست که داره برگزار میشه. برای اولین بار این به یک دلیل میشه گفت برای اولین بار، چون اولین باره که انقدر از خودشون کسایی رو به دادگاه میکشن و جور میارن. شما فکر میکنین این خطی که رژیم الان در دست گرفته و ابتحی و سایر اصلاح طلبا رو به میز محاکمه کشونده میتونه زمینه ساز این باشه که خاتمی و موسوی رو هم به دادگاه بکشه؟ به نظر من راه دیگه رژیم نداره. یعنی این که شما تصور بکنید که نکشه، من میگیم نمیکشه، موسوی رو به دادگاه نمیکشه، خاتمی کبیری رو به دادگاه نمیکشه و اجازه میگه اینا در سطح اجتماع جاری بشن و اعمالی رو که دوست دارن انجام بدن. یعنی چی؟ این مسئله یعنی عقب نشینی رژیم، دادن یک فضای کوچک به نیروهایی که اساساً اینها رو فیزیکی از صحنه خودش حذف کرده در پروسه انتخاباتش یا انتصاباتش، گذاشتشون کنار. از گذاشتشون کنار پس استرکتور سیاسی که برای جامعه میچینه باید استرکتور مشخصی باشه. نمیتونه استرکتور باشه که به موسوی اجازه بده بیاد وسط اجتماع. چرایش یه جای مشخصه، یعنی یه گره خیلی دقیق داره میزنه. گرهش مسئله اتمی رژیمه، نمیتونه حتی 5 سانتیمتر میلیمتر فضا باز بکنه برای کبیری و موسوی که اینها بیان جلو توی جامعه‌ای که میخواد به بمب اتم دست پیدا بکنه و با بمب اتمش اسرائیل از روی نقشه جهان حذف بکنه و با این بمب اتمش بخواد یک خلیفه‌گری 1000 ساله اسلامی توی جامعه به وجود بیاره و امام زمانش از تو 4 جنگ کردن در بیاره برای جامعه جهانی بکشه و تو سر مردم بکوبه. با این حال نمیتونه، اساساً امکان نداره بتونه به موسوی اجازه بده. به موسوی اجازه دادن یعنی اینکه باز کردن اون فضا و ریزش کل استرکتور به اصطلاح سیاسی و ایدئولوژیکش. درسته. آقای اخیر اگه مایل باشین همکارانم اشاره میکنن ویدیو کلیپ از سروده های شما به نام مادرم البرز کوه پیر آماده هست، به اتفاق بینندگان ببینیم و دوباره به استودیو برمیگردیم. ما همراه باشید. متشکرم.